يستعرض تاريخها منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مر الله پروردگار عالمیان را، درود و سلام بر سید پیغمبران محمد، عائله ایشان و تمام صحابگانشان. ما شما را با سلام اسلامی مبارکباد میگوییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شاد هستیم که با شما وا میخوریم تا یکی از معماهای مهم مسلمانان را بررسی نماییم. این معما به حاکمان و سفید کردن سیاست و عملهای آنها ربط دارد. چخیل روی دادنش ممکن است که مردم به سفید کردن عملهای حاکمان مسلمان شروع میکنند. حاکمان علما و آدمان را که با سیاستهای آنها راضی هستند آماده کردند تا کردار خود را سفید کنند. این علما به کردار حاکمان رنگ شرعی بخشیده به مردم میگویند عمل فلان حاکم طبق شریعت جایز است. فهل اقرار الحكام في بلاد المسلمين على تطبيق الكفر؟ آیا تصمیم حاکمان برای حکمرانی با قانونهای کفر جایز است؟ اکنون مسئله استقرار قدرت و با کفر حاکمیت راندن را در ترازوی شریعت دیده می‌براییم. لقد اعتمد القائلون، کسانی که اعمال حاکمان را سفید میکنند به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم تکیه میکنند. اعتمدوا على حديث ورد في السنة النبوية يذكر لنا النجاشي. در این حدیث درباره نجاشی و اینچنین درباره آن آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خبر مرگش را شنیده برایش دعا کردند. آنها چنین پنداشتند که این حدیث به جایز بودن حاکمیت رانی با غیر نازل کرده های الله دلالت میکند، زیرا نجاشی پادشاه بود و با اسلام حکمرانی نمیکرد. سخنان آنها تا کجا درستند؟ باید دلیل های مسلمانان را که این سخنان را میگویند بررسی کرد. آیا آنها به دلیل های شرعی تکیه میکنند یا به خلاصه خود؟ مسلمانان قرآن کریم، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و آنچه را که هر دوی اینها به آن اشاره میکنند دلیل شرعی میدانند. همه این دلیل ها از وحی گرفته شدند، یعنی از قرآن و سنت. الا ان السنه النبويه عند استعراضها نجدها على الوجه التالي. كل ما سنت را اگر از نظر گذرانیم میبینیم که در خبرهای صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت شده سخنان ایشان یا عملهایشان و یا تقریر سکوتی ایشان یعنی راضیگی توسط سکوت بیان شدند. پس دلیل شرعی این سخنان، عملها و تقریر سکوتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم می باشد. ما با تقریر سکوتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی را در نظر داریم؟ اگر در حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم حادثه رخ داده باشد یا آدمان در حضور ایشان بعضی کارها را انجام داده باشند و آن حضرت صلی الله علیه و سلم با وجود آگاه بودن از این عملها و قادر بودن به انکار و رفع آنها سکوت کرده باشند، این رفتار ایشان تقریر سکوتی نامیده می شود. مانند همین اگر رسول خدا از تابعان خود سخن را شنیده سکوت کنند حالان که بر رد آن توانا بودند، این سکوت ایشان تقریر نامیده می شود. اینک تقریر این سکوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به سخنان و عملهای کسانی می باشد که در زیر حاکمیت ایشان قرار دارند. اما اگر کسی که در زیر حاکمیت ایشان قرار ندارد کاری را انجام داده باشد یا اگر ایشان به سبب آگاه نبودن از این کار آن را رد نکرده باشند، پس این سکوت ایشان به تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل نمی شود.
اکنون بیایید به حدیث نجاشی نظر کنیم و بفهمیم که آن به کدام نوع دلیل ربط دارد. در نتیجه آموختن حدیثی که بخاری روایت کرده است می‌بینیم که جبرائیل به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خبر مرگ نجاشی را رساند. آنگاه ایشان صلی الله علیه و سلم به صحابگانشان فرمودند که نماز جنازه او را بخوانند. این عمل رسول خدا صلی الله علیه و سلم دلیل خواندن نماز جنازه برای شخصی غایب گردید که در دارالکفر وفات کرده کسی از مؤمنان نماز جنازه اش را نخوانده است. در این حدیث هیچ دلیل وجود ندارد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از اسلام را قبول کردن نجاشی آگاه شده به توسط کفر حکم کردن او سکوت کردند. از سوی دیگر واژه نجاشی مثل همان پادشاه، خسرو و فرعون عنوان حاکم می باشد. واژه نجاشی به شخص مشخص اشاره نمی کند بلکه به عنوان حاکم اشاره می کند. این نجاشی ممکن است آن حاکمی باشد که صحابگان به نزدش هجرت کرده بودند، ولی این هم ممکن است که او حاکم دیگری باشد. شرط نیست که نجاشی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برایش دعا کردند همان شخص باشد که مهاجران مسلمان را که به نزد او کوچ بسته بودند پیشواز گرفته بود. این مسئله به مسئله های تخمینی تعلق دارد. این از یک جهت. جهت دیگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نجاشی را حاکم تعیین نکردند و به او با کفر حکم کن نگفتند. در عکس حال ما گفته می توانستیم که وی با وجود والی بودنش با کفر حکم میکرد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعمال او را تقریر کردند. در برابر این می بینیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ را به یمن فرستاده به او فرمودند با چی حکم میکنی؟ معاذ جواب داد من با کتاب الله حکم میکنم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند و اگر در کتاب الله علاج نیابی چی؟ معاذ گفت پس آن را از سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگیرم. سپس رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند و اگر در آنجا هم نیابی چی؟ گفت آنگاه من حل خود را استنباط میکنم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم عمل معاذ را که گفت موافق قرآن، سنت و حکمی برای معماهای نو استنباط کرده‌اش حاکمیت می‌راند تصدیق کردند. اینک رسول خدا صلی الله علیه و سلم سخنان معاذ را پسندیدند، اما هیچ دلیل وجود ندارد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم حکمرانی نجاشی را تصدیق کرده باشند. از این رو دلیل‌ها در مورد جایز بودن حکمرانی با کفر از جهت‌های ذکر شده به اعتبار است. به سبب آنکه دلالت این حدیث ظنی بوده، احتمال اشاره به یک چند معنا را دارد. دلالت آن قابل قبول نیست، زیرا به دلیل‌های قطعی از قرآن کریم مخالف است. الله متعال در کتاب روشن خود می‌فرماید کسانی که با حکم نازل کرده الله حکم نمی‌رانند آنها کافرانند. کسانی که با حکم نازل کرده الله حکم نمی‌رانند آنها ظالمانند. کسانی که با حکم نازل کرده الله حکم نمی‌رانند آنها فاسقانند. اینچنین الله متعال رسول خدا صلی الله علیه و سلم را آگاهانیده به ایشان می‌فرماید و اگر تو را ثابت قدم نمی‌ساختیم قریب بود که به طرف آنها کمتر میل می‌کردی. در دیگر آیت باشد الله متعال گفت در میان آنها با نازل کرده الله حکمران و به خواهشات آنها پیروی نکن. اینچنین الله متعال میگوید و اگر تو بعد آن که به تو علم داده شد به خواهشات آنها پیروی کنی پس از جمله ستمکاران خواهی شد. تمام دلیل‌های در بالا آورده شده مسلمانان را از حکمرانی با کفر قطعیاً منع می‌کنند. این دلیل‌های قطعی به سخنان آن آدمانی که می‌گویند رسول خدا صلی الله علیه و سلم با کفر حکم راندن نجاشی را تصدیق کردند ضد می‌باشند. اگر نصوص‌های به هم ضد را امکان جمع نمودن موجود باشد پس آنها باید یکجا کرده شوند. اگر آنها را یکجا کردن غیر امکان باشد پس نص ظنی رد و نص قطعی قبول کرده می شود. جایز نیست که قرآن را به دلیل حدیث ظنی انکار کنید. هر کس که این کار را میکند گویا به رسول خدا صلی الله علیه و سلم تهمت میکند، زیرا چنین شخص میگوید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با کفر حکم کردن نجاشی را تصدیق کردند. از الله متعال ترسیده احتیاط باید شد، چون که به الله و رسول خدا صلی الله علیه و سلم تهمت کردن بسیار خطرناک است. ما از الله متعال التجا میکنیم که به ما فهمش عطا کرده در کارمان ما را به راه درست روانه سازد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.